اگه پوستتون داره شل میشه، اگه موهاتون کده شده، یا اگه مفاصلتون سفت شده، وقتش از پروتئینی به نام کلاژن بیشتر بدونید. میدونستید از 25 سالگی به بعد بدن ما سالانه حدود 1% از ذخیره کلاژنش رو از دست میده؟ و نتیجهش میشه همون چین و چروک و افتادگی که هیچ کس دوست نداره. کلاژن پروتئین ساختاری بدن ماست، چیزی شبیه به چسبی که همه چیز رو سرپا نگه میداره. اما خبر خوبی لازم نیست برای بازسازی این پروتئین حیات بخش سراغ تزریق‌ها یا پودرهای گرون قیمت برید. شما میتونید با قدرتمندترین منابع غذایی بدن رو وادار کنید که کلاژن رو دوباره بسازه و فعال کنه. در این ویدیو 10 تا از قوی‌ترین منابع غذایی کلاژن ساز رو معرفی می‌کنیم. غذاهایی که بدن شما رو وادار به بازگشت به دوران جوانی می‌کنه. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید تا ببینیم چه غذای قوی‌ترین سلاح ما در نبرد با پیله. 10 منبع غذایی کلاژن ساز. مورد دهم، تخم کدو و انواع مغزها. این دسته از مواد غذایی به دلیل داشتن زینک در تخمه کدو و مس در بادام هندی در رده آخر قرار می‌گیرند. زینک و مس کوفاکتورهایی هستند که آنزیم‌های مسئول ساخت کلاژن رو در بدن فعال می‌کنند و بدون اونها فرآیند تولید متوقف میشه. مورد نهم، میوه‌ها و سبزیجات قرمز. این غذاها غنی از لیکوپن هستند، یک آنتی اکسیدان قوی که نه تنها آسیب‌های ناشی از نور خورشید رو کاهش میدن، بلکه به تحریک تولید کلاژن نیز کمک می‌کنند. مورد هشتم، سبزیجات با برگ سبز. این سبزیجات حاوی کلروفیل هستند. کلروفیل نه تنها آنتی اکسیدان قوی است، بلکه مصرف اون میتونه پیشسازهای تولید کلاژن رو در پوست افزایش بده. مورد هفتم، سیر سرشار از گوگرد سولفور هست که یک ماده معدنی کمیاب و حیاتی برای تشکیل فیبرهای کلاژن و جلوگیری از تضییع اون هست. گوگرد به بدن کمک میکنه تا کلاژن محکم و پایدار بسازه. مورد ششم، سفیده تخم مرغ. سفیده تخم مرغ یکی از غنی‌ترین منابع اسید آمینی پرولین است. پرولین همانند یک آجر اصلی در دیوارهای کلاژن عمل میکنه. پس تامین این ماده خام برای تولید کلاژن جدید حیاتی است. مورد پنجم، انواع توت‌ها مانند توت فرنگی، بلوبری و تمش. توت‌ها سرشار از ویتامین C هستند، اما قدرت واقعی آنها در آنتی اکسیدان‌هایی به نام الژیک اسید نهفته است که از تخریب کلاژن توسط اشعه فرابنفش و رادیکال‌های آزاد جلوگیری می‌کنند. مورد چهارم، مرکبات حاوی مقادیر عظیمی ویتامین C هستند که نه تنها یک آنتی اکسیدان هست، بلکه یک فاکتور ضروری برای سنتز کلاژن در بدن محسوب است. بدون ویتامین C کافی بدن قادر به ساخت رشته‌های کلاژن نیست. مورد سوم، ماهی و غذاهای دریایی. اگرچه کلاژن ماهی کمی کمتر از مرغ است، اما کلاژن دریایی به دلیل داشتن پپتیدهای کوچکتر راحت‌تر جذب میشه. همچنین ماهی‌های چرب منبع عالی روی زینک و امگا 3 هستند که هر دو برای فرآیند سنتز کلاژن ضروریه. مورد دوم، گوشت مرغ و بوقلمون. مرغ دارای مقادیر زیادی بافت هممند است. گوشت مرغ به ویژه قسمت خضروها منبع غنی از کلاژن و 2 آمینو اسید کلیدی برای ساخت کلاژن یعنی پرولین و گلیسین است. و در نهایت مورد اول، آب قلم و آبی استخوان، قوی‌ترین ماده غذایی کلاژن ساز. این عصاره به دلیل پخت طولانی استخوان‌ها و مفت‌های پیوندی حاوی ژلاتین است که شکل پخته شده و بسیار قابل جذب کلاژن است. این خوراکی آمینو اسیدهای پرولین و گلیسین رو مستقیما به بدن میرسونه تا فوراً برای تولید کلاژن استفاده بشه. 3 عامل اصلی که کلاژن شما رو تخریب میکنند. 1. مصرف بیش از حد شکر و شیرینیجات. شکر اضافی در بدن فرایندی به نام گلیکاسیون رو آغاز میکنند. در این فرایند مولکول‌های قند به فیبرهای کلاژن میچسبند و اونها رو سفت، شکننده و غیر قابل ترمیم میکنند. این رشته‌های سفت شده به سرعت دچار چین و چروک میشن. 2. قرار گرفتن در معرض آفتاب بدون محافظت. اشعه ماورای بنفش خورشید مهمترین عامل خارجی تخریب کلاژن است. نور خورشید
باعث تولید آنزیم‌هایی در پوستوشک کلاژن و الاستین رو با سرعت زیادی تجزیه می‌کنه. 3. سیگار کشیدن. نیکوتین و سایر مواد شیمیایی موجود در سیگار جریان خون رو در پوست کاهش میدن و رساندن مواد مغذی و اکسیژن لازم برای تولید کلاژن رو مختل میکنه. اگه این محتوا رو دوست داشتی، برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کن. با ما همراه باش.